صبح بخیر فرخ. علیک سلام فرید. دیشب یه خواب عجیب دیدم. خواب دیدم که رفتم خونه این همسایه پایینی‌ها، خونه آقا بهرامینا. بعد اونجا گیر افتاده بودم. بعد یهو فهمیدم که اینا فضایی‌ان. پسرشون دهنشو باز کرده بود، یه نور عجیب از دهنش زده بود بیرون. بعد تو هم رفتی بیا کمکی من بکنی، بعدم بر نگشتی. خیلی عجیبه نه؟ فرید جانم. اشتباه داری میگی. اینایی که الان داری میبینی خوابه، اونا همش واقعی بود. الانم باید بیدار شی. بیدار شو. بیدار شو. رئیس هنوز پشت خطه؟ بله تو زدمش رو هولد. بسش نکنی یا اینو ببینه پوست از کلمون میکنه. ببینم که کار نکنه. باید کار بکنه. فکر کنم به شوک احتیاج داره. شوک؟ چرا افتاد؟ فکر کنم به خاطر اینکه اون جسمو کوبیدی تو سرش. ای وای نمرده باشه. بیدارش کنین من برم سلاح تبخیری رو بیارم. سلاح تبخیری برای چی؟ برای اینکه تبخیرش کنیم دیگه. اینجوری که میمیره. آره دیگه میمیره. خب گناه داره. چی داره؟ نمیدونم این بدنهای انسانی یهو دچار یه حالتایی میشه خود به خود یه حرفای بی‌معنی هم میزنه. بیا من میرم سلاح تبخیری رو میارم. وایسی سلاح تبخیری برای چی؟ با منطق باشین. ببین یه آدم زمینی میتونه خیلی برای ما فایده داشته باشه. چه فایده میتونه داشته باشه؟ من نمیبینیم اوضاع زمین چقدر پیچیده است. ما نیاز به یه رابط داریم، یه آدم اگه موجودیت ما رو بفهمه امنیتمون در خطره. یه مشاور زمینی میتونه همه مسائل ما رو حل بکنه. ولی راست میگه ها، میتونه بهمون بگه که آدما چجوری بلدن که یه خیابونه یه طرف رو از سه طرف برن. آره میتونه به ما بگه که چرا بدن زمینی رو در مقابل این همه سم مقاومن. تازه میتونن معنی عبارت بیخیالم واسمون تحلیل کنن. آخ منطقم. اینم که باز منطقش سوخت. مگه نگفتی یه دوام میاره؟ خوشبختانه کلی سوپر ترانزیستور داریم. بهرام عوضش کن. یه آهن گرازه نیمتونی رو انداختن به ما به اسم ربات. بیا دیگه اگه یه مشاور زمینی داشته باشیم دیگه این بساطو نداریم. همه چیز واسمون آنالیز میکنه، کارمون زودتر راه میفته، برمیگردیم میریم سر خونه زندگیمون. اگه با اون همکاری نکنه چی؟ اگه بره به پلیس زمین خبر بده بیان محاصرمون کنن، با تفنگ خنثی کننده لیزری به اون حمله کنن چی؟ دستگیرمون میکنن میبرن آزمایشگاه، میشیم موش آزمایشگاهی دانشمنداشون. 61 هم اوراق میکنن، تکنولوژیمون رو یاد میگیرن. هیچ راهی به جز تبخیرش نداریم. تماس فرد. خب الان رئیس دوباره تماس میگیری چیکار باید بکنی؟ تماس تصویری با کنفدراسیون. اینو بپوشونی. با چی؟ با این. مرتب تماس رو برقرار. چی شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا در تماس اختلال ایجاد شد؟ این به خاطر شرایط جوی رو مدار 61 پارازیت افتاد. خب دیگه نمیخوام در ارسال تأخیری ببینم. فهمیدین؟ بله. تماس فرد. به خیر گذشت. تو بادوم زمینی از کجا آوردی؟ از سوپر ترانزیستور؟ نه سوپرمارکت. اینو جابجا کنی.
ببخشید آقا معذرت میخوام. من الان اتفاق برام افتاده گیجم هیچ یادم نمیاد. کلانتری الان کجاست؟ انتهای خیابون سمت چپ. بعد یه تصویر آقای افتاد رو دیوار. بعد من نمیدونم چی شد بیهوش شدم. بعد چشامو که باز کردم دیدم که این آقا بهرام پوش کلی بچه‌شو باز کرد. پسرش نبود، آدم آهنی بود. بعد تا اومدم بلند شم در برم مبل کشیدن رو من. بعد دوباره دهنشو باز کرد، یه نور عجیب افتاد بیرون. البته اشتباه نکنین، آقا ستاره خانومو دارم. ستاره خانومو نمیگم. آقا بهرام نه، آقا شهابو دارم میگم. دهنشو باز کرد، یه نور عجیب افتاد بیرون. بعد دوباره همون آقا تصویرش افتاد رو دیوار. بعد نمیدونم چیزای عجیب غریبی میگفتن. یه قیافه عجیب غریبی هم داشت میگفتش که از کنفدراسیون سیارات مسکونی دیگه تماس گرفته. بعد راجع به چیزای حرف زد، راجع به اینکه اختلالات جوی به وجود اومده و بخار زیاد شده و اینا. من بالغرقه هر جوری بود تونستم فرار کردم. بعد اومدم خودم رسوندم اینجا که بهتون اطلاع بدم. فضایی؟ بله کاملا فضایی. آدم آهنی؟ بله کاملا. البته متوجه میشم که ماجرا یه مقداری باور نکردنی و غیر عادیه، ولی خب باور کردن این حقیقت بود. اونقدرم غیر عادی نیست. جدی؟ چطور مگه؟ جناب سوار این 3 جلد آخرشه. 6 تای بقیه هم اگه احتیاج دارید برام بیارم. نه متشکرم، بس بفرمایید. خب آقای افروخته؟ بله؟ بله. انگار چندان هم با هم ناشنا نیستیم. ببخشید؟ اینجا زیاد تشریف میاری انگار، درسته؟ نه. ببینید 211 مورد که از تو شکایت شده، 112 بارم خودتون شکایت کردین. فکر میکنم اشتباه دارین میکنین. اشتباه شده. نه اینجا نوشته شده، اینا نگاه کنید. 12/4/85 ازتون شکایت شده به علت درگیری در خیابون. 15/5/85 شکایت کردین از آقای سهیل وکیلی بابت تاسیس پیتزا فروشی در محل. 26 شکایت از آقای سنجر شریفی که نوشتین روی ماشین رو خط انداخته. همون 26 آقای شریفی شکایت کردن که شما رو ماشینشون خط انداختین. 1/7 فروش کله پاچه بدون مغز و زبون و بناگوش و پاچه و گوشت، همش این توه. ببخشید من فکر می‌کنم اشتباه شد. این سوء تفاهمه. این پرونده ها مربوط میشه به برادر بنده فرخ افروخته. من فرید افروخته هستم. چه این تو؟ بله. ببینم شما هم تو کله پزی کار می‌کنی؟ بعضی وقتا بله. این ماجرای فضایی رو چیکار می‌کنین جناب سروان؟ فضایی‌ها. ببینم شما امروز کله پاچه نخوردی؟ نه. مطمئنی؟ بله. چطور مگه؟ آخه میدونی آدم کله پاچه میخوره چون چربیش بالاست، امکان داره شبا خوابای عجیب و غریب ببینه. نه خواب نبوده، این واقعیت بود. من با چشم خودم دیدم. باور کنین. چیز دیگه ای نخوردی؟ نهار خورشی کرفس خوردم جاتون خالی. منظورم اینه چیزای بد نخوردی؟ چیز بعد نه، خودم درست کردم، دستپخت خودم خیلی هم تمیز و دقیق درست می‌کنم. این فضایی رو چیکار می‌کنین جناب سروان؟ منظورم نگرفتی، موادش هم که استاندارد درست میکنم. خیلی مواد خوبی تهیه کردم، گوشت و نعنا و جعفری. بابا جون چرا متوجه نمیشی؟ مواد مخدر، قرص، چیزی اینا نخوردی شما؟ مواد من اصلا استامینوفن هم نمیخورم. سر چی شده؟ آها ببینید اونا زدن تو سر من. احتمالاً اونا زدن. شاید خطرناک باشن. البته تو این چند وقتی که اینجا اومدن آزار چندان نرسوندن. یه مقدار دعوا رو انداختن، مثل که مقادیر زیادی پول خرج کردن و اینجور که اخوی میگه بهش برق وصل کرده، ولی مثلا بابت اینا نیومدم اینجا قربان. ببینید این ماجرا میتونه کشف بزرگ علمی باشه، یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ بشری. دقت بفرمایید، تماس برقرار کردن با ساکنین سیارات دیگه خیلی چیز بزرگی، ما میتونیم خیلی چیز ازشون یاد بگیریم. شما بیرون تشریف داشته باشین، بنده رسیدگی میکنم. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. مقیمی بیا اینجا. این تفلکی یا سرش ضربه خورده اینجوری شده، یا اینکه قرص روانگردان خورده، یا اینکه کلا قاطی کرده. این بیرون نگرش دار، دکتر بینا اومد یه نگاهی بهش بندازه. منم شمارهش در میارم به خانواده‌اش زنگ میزنم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. برو. بله قربان. اینم نون سنگک. این دیگه کیه؟ چی شد که کباب گرفتی شریفی؟ اونم اومدی تو مغازه من. تعریف کن میدیم. اول یه زنگ زدم به عیالم، گفتم که یه مشتری اورژانسی اومده باید چند تا خونه بهش نشون بدم. شبم دیر میام. بعد این کبابا رو گرفتم، گفتم کجا برم بهتر از اینجا که هم دوستان جمعن، همین که خیلی باصفاست. هم پنجره خونه تو دید نیستش.
آره حالا یکم همون بزنم به تخته. خانم شما چشمای خیلی تیزبینی داره. لایه کپش هم خیلی دقیق پرتاب میکنه. حالا لوس نشکیم بخونی از دهن میفته. راستی افروخته دا این مستاجرها چی شدن؟ تعطیلشون بالاخره در آوردی یا نه؟ تعطیلشو در میرم شرفی جون. بذار اتفاقا داشتن تحقیق میکردن که زنگ زدی. خب چی شد؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ این کباب دنده تمام فکر و ذکرمو مشغول خودش کرده. یعنی موقعی که زنگ زدی گفتی کباب دنده بیاریم بخوریم، هر چی تو خاطرم بود از مخم پرید بیرون. موقع بچگی کباب دنده خیلی دوست داشتم، خیلی عاشقش بودم. اصلا صحبت کباب دنده که میومد هر چی تو مخم بود میپرید بیرون. سریع باید یه سیخ میکشیدم برا من تا میخورم که حالا با آدم بیادم نیارم. آخه فرخ شد اینجوری که دردسر رو داداش. آره هیچ که موقعی که مدرسه میرفتم سر کوچه مدرسه‌مون یه کبابی بود، خواهش خیلی درست بود. خیلی. موقعی که میرفتم سر کلاس درس رو از بر میکردم، موقعی که میومدم بیرون دود این کبابیه میگرفت اطراف من و هر چی تو مخم بود تو 3 سوت میپرید بیرون، هر چی حفظ کرده بودم میپرید بیرون. اگه این کبابیه سر کوچه نبود شاید وضع حالم اینجوری نبود، شاید الان وسط شما گریگوریا نبودم. یه چیزی یادم رفته، نمیدونم هر چی فکر میکنم چی بودش، خیلی چیز مهمی هم بوده. چیه لیمو کم داره؟ نبودم فلفل کم داره. نه فوتبال داره. فوتبال داره بزنید با خودم. نه بابا بزنید یه دونش مال منه. تو رو واسه چی گرفتنه؟ جان؟ واسه چی آوردنت اینجا؟ تو هم مصرفی؟ نه خیر من خودم اومدم. چرا؟ مگه دیوونه ای؟ نه خیر من اومدم اینجا یه چیزی رو اطلاع بدم. چیو؟ هیچی چیز مهمی نیست. اومدم اینجا خبر بدم که همسایه هامون از فضا اومدن. واقعا؟ آره خودم با چشم خودم دیدم. آه. باور نمیشه ها؟ چرا نشه؟ خب خیلی چیز عجیب غریبیه. کجاش عجیبه؟ همسایه های ما هم همشون فضایی هم. واقعا؟ خیال کردی من واسه چی اینجا؟ همش توطئه اوناست. یعنی چی؟ اونا فهمیدن من نقشهشون بو بردم، منو اینجا گیر انداختن. نقشهشون؟ آره مگه نمیدونی؟ فضایی‌ها که همینجوری پا نشدن بیان زمین. اونا مأموریت دارن، مأموریتشون هم اینه که ذخیره هویج زمین رو بدزدن. هویج؟ برای چی؟ برای اینکه بشریت رو به بند بکشن. اونا میخوان ما هویج نداشته باشیم تا چشممون ضعیف شه. بعد که دیگه نتونستیم ببینیمشون خودشونو جای بابا مامانمون جا بزنن که هر کاری گفتن گوش کنیم. من تا دیروز 6 تا هویج توی یخچال داشتم. امروز صبح رفتم دیدم شده 5 تا. بعد یکیشون هم خودشو شکل ننم کرده بود، میگه برو اتاقتو جمع کن. مگه نمیبینی چقدر چتر تو خیابون زیاد شده؟ ببخشید من متوجه نمیشم. بابا فضایی‌ها از آب میترسن. تو فضا اصلا هوا نیست چه برسه به آب. واسه همین همیشه چتر دستشون میگیرن. اونا چتر دستشون میگیرن میان در خونه ما، خودشونو جای بابا مامانمون جا میزنن، هویجامونو میدزدن. نمیبینی تازگی‌ها خشکسالی شده؟ کار اوناست. میخوای به من ملحق شی؟ شما؟ من یه گروه مقاومت علیه فضایی‌ها تشکیل دادم. البته فعلا تعدادمون خیلی کمه. منم و داداش کایکو تسوکیو، اما اگه تو هم به ما ملحق شی میتونی اونا رو شکست بدیم. من راشو بلدم. دومشونو میگیریم، 2 تا گره فوکلی میزنیم، بعد دیگه نمیتونن راه برن. مگه دم دارن؟ آره همه فضایی‌ها دم دارن. 3 تا گردن دارن. تازه نامرئی هم هستن.
ولی همسایه ما این شکلی نیستن. چه شکلی هم؟ شبیه خودمونن. نه بابا ممکن نیست، خیالاتی شدی. ببینم تو غذای چرب مثل کله پاچه خوردی؟ چون میگن چربی خون که میره بالا آدم خوابای عجیب غریب میبینه. افروخته. بله. برو اتاق جناب سروان، آقای دکتر اومدن ببیننه. دکتر برای چی؟ دستور جناب سروانه. در ضمن فرمودن با برادر نمیشه تماس گرفت. یه شماره از اقوامت می‌خواستم. بله خواهرم از ولی فکر نمی‌کنم خیلی خوشحال بشه بهش زنگ بزنینا. بله اومدم. ببین بله. با آقای اسپاک سلام برسون، بگو فریبر سلام رسون. باشه؟ بله چشم. ببخشید. تو رادیابم نمیشه پیدا کرد. لو رفتی. یعنی الان همه رو کره زمین فهمیدن؟ نصف زمین الان شبه، همه خوابن. تا 3-4 ساعت دیگه بیدار میشن میفهمن. اون وقت بدبخت میشیم. آره اینا هم فضایی ندیدن بیچاره‌مون میکنن. من میدونم الان جلوی در صف کشیدم. عجب گیری افتادیم ما. الان جمونگم شروع میشه. باید عقب نشینی کنیم. تونل سیاه‌چاله رو بنداز. سه 4 دقیقه زمینی طول میکشه این گرم شه. تو این مدت یک نفر باید بره سرکشی کنه. باید موقعیتمون رو ببینه چجوریه و اگه در خطریم بهمون بگه. در ضمن باید سفت باشه که گلوله بهش اثر نکنه. نمیشه اول من جمونگو ببینم بعد؟ نمیشه. نه هیچ خبری نیست. کاری نداره، ظاهریتش سخته، مثل آب خوردن واسه من. پیشت سب کنید، یه صدای شنیدم. میگم پیشت برو، خودت خواستی ها. داغر بازی رو متوقف کن. ناز شست فرلو. عقب نشینی میکنیم ما عقب نشینی. شناسایی بود کردم در معاصره این. بهرام سیاه‌چاله در چه حاله؟ خراب. بهرام منظورت چیه؟ ببینی اون آبی که پاشیدیم رفته به خوردش. چقدر طول میکشه خوشه؟ اینو 6 تا 7 ساعت زمینی. تا اون موقع گیر افتادیم. حیفا این ماموریت چرا خراب میشه؟ خب تقصیر ما نیست. این سیاره با همه سیاره‌های دیگه جهان فرق میکنه. گربه اومده بود بالای تراس، همچین زدم تو چشاش که حال کرد، یعنی مستقیم رفت قصد چشاش. کاری نکردی که من میتونم. حالا خب گربه است، مورچه که نداری که. برو بابا، تو پیلم نمیتونی بزنی. چی؟ اینو بچه من معروف به چیز بودم، فرخ خوشدست از بچگی. باور میکنی گربه من میدیدن همچین زرد ترک میشدن، از اون سر شهر تا اون سر شهر در میرفتم. برای همین بهم میگفتن فرخ خوشدست. واقعا؟ نه بابا نمیگفتم، هر چی بهش میگفتم بابا من میگی فرخ خوشدست. چند بارم باهاشون دعوا کردم، نامردا میگفتم فرخ کتور. نامردای دراز. نه بابا ول کن این گربه رو. این مسی رو ببین که یه تنه بازی رو به مساوی کشونده. بابا تو هم دلت خوشه، مساوی چه فایده‌ای داره؟ باید بالاخره یکیشون بزنه آدم دلش خنک بشه. من که از اصلا حوصله این فوتبال ندارم. فرخ جون چیه پریشونی؟ نمیدونم کلافه هم یه کمی. یه چیزی یادم رفته، یه چیزی خیلی مهم. هرچی هم زور میزنم یادم نمیاد. یعنی هرچی فکرشو میکنم آخرش میریزم به کباب دنده. راستی عجب کباب دنده‌ای بودا، دمت گرم شریفی. حالا ببینم این چیه که یادت رفته؟ اسمش هم یادت نیست؟ چرا اولش فکر کنم وای یادم اومد. یادم میره صندوق علق بخوریم. خب پس قضیه فضایی اینطوری بود.
بله آقای دکتر، باور کنید من خلاف عرض نمی‌کنم. اصلا به روانشناس احتیاجی نبود. من سالمم، فقط اومدم اینجا که اطلاعات و مشاهدات خودم رو بهتون بگم. همین. میدونم البته یه ذره حرفام مغشوشه ها، ولی خب یک بار به حرفای خودت گوش کن. باشه. به نظر خودت عاقلانه است؟ نه. ببین آخه باور بفرم من دیدم. ببین 3 تا احتمال وجود داره که باید در نظر بگیریم. خب بفرمایید که چه احتمالاتی؟ احتمال اول این که اخیراً فشار روحی چیزی بهت وارد نشده؟ نه، یعنی نه چندان. من بعد از اینکه از همسرم جدا شدم. جدا شدین؟ اخیراً؟ 1 ماه دیگه میشه 2 سال. همینه. این فشار روحی که به شما وارد شده توی ذهنت به صورت این تخیلات شکل گرفته و این ضربه‌ای که به پیشونیت وارد شده و این ضربه‌ای که به پیشونی شما خورده و وارد شده بی تاثیر نبوده. و اما مورد دوم، احساس گناه میکنی از اینکه بدون اجازه همسایه‌ات تو خونه‌شون بودی. بله من به حریم خصوصی خیلی اعتقاد دارم. بله اعتقاد داری. 3 بار گفتی و هر بار 6 دقیقه طول کشیده. جالبه. این احساس گناه تو باعث شده که ذهنت همسایه‌هات رو به شکل هیولاهای فضایی تصور کنه و احساسات گناهت رو به سمت اونا سوق بده. و اما احتمال سوم، اخیراً تازگی‌ها غذای چرب نخوردی؟ مثل کله پاچه؟ نه آقای دکتر، بله میدونم کله پاچه باعث میشه که چربی خون بره بالا و این چربی خون باعث میشه که آدم خوابای عجیب غریب ببینه، ولی باور بکنید من این اتفاق رو دیدم. قربونت برم. فرید داداش کجایی؟ خسته نباشید آقای دکتر. ایشون میتونم برم. ولی ما تازه کارمون رو شروع کردیم. سلامت ایشون باید تضمین بشه. من متقاعد شدم که ایشون سلامته. خواهرتون اومدن دنبالتون. بفرمایید خواهش می‌کنم. من معذرت میخوام خواهر من فرید الهی آبجی فدات بشه. الهی آبجی قربونت بره. الهی آبجیت آتیش بگیره تو رو گوشه کلانتری نبینه. فدات بشم الهی. این جزه جیگر زدا چیکار کردم با تو؟ هیچی همه چی خوبه، همه چی عالیه. خوبی؟ بله. سالمی؟ بله. حالا بلای سرت نه. پس این چیه؟ این چیه؟ نمیدونم خورده به یه جایی، ربطی به اینجا نداره. جناب سروان این فرید کوچیک یادگار آقامه. جونم به جونش بسته است. همینطوری صبح که پا میشم و دلم میگه طلاق طلوب دست خودم نیست که. فرید جان باشه زودتری بریم. بیا بریم قربونت برم. بیا من تو رو برسونمت. عنایتم تنهاست. با اجازه شما. ببخشید آقای دکتر اجازه بدین. خواهش میکنم. اجازه بدین ولی شرایط ایشون برای رفتن از اینجا مناسب نیست. بله وجدان کاری من اجازه این کارو به شما نمیده. شما کی باشی؟ من پزشک روانشناسم و تخصصم هم روانکاوی جناییه. این آقا مشکل دارن، هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی. باید تحت درمون قرار بگیرن. جناب سروان خیلی ببخشینا، خیلی ازتون معذرت میخوام. روم سیاه، روم به دیوار. روانی 7 جد آبادته. یک بار دیگه تکرار کن ببین من روزگارت سیاه میکنم یا نه. خانم محترم تو چجوری دلت میاد به این بچه بگی روانی؟ توهینی نکردم که این دیدگاه تخصصی منه. ایشون دوچار یک سری اختلالات روحی و روانی شده، داره تو یک دنیای تخیلی و مجازی زندگی میکنه، داره همه رو آدم فضایی میبینه. حرف دهنتو بفهم. مگه بچه من چیکار کرده؟ یه دست کله پاچه خورده، یه خواب بدی هم دیده، یه ذرم گیج خورده. حالا تو باید به خاطر یه دست کله پاچه برش بیاریش گوشه کلانتری بعدم بهش بگی روانی؟ خانم محترم ساکت! تو حرف نزن. فرید جان فدات بشم الهی قربونت برم. تو خودت بگو که تو دنیای تخیلی و مجازی زندگی نمی کنی. بگو تا من چشم اینو در نیاوردم. بله چشم. ببینید من یه مقداری که من راستش واقعیت اینه که من چی بگو فرید جان بگو دیگه. بله چشم. ببینید من فکر میکنم من امروز با اینکه اصلا یادم نمیاد مثل اینکه یه مقداری کله پاچه خوردم، چربی خونم رفته بالا، باعث شده من خوابای عجیب غریب ببینم و باعث مزاحمت شما بشه. من از همتون عذرخواهی میکنم، شرمنده‌ام، ببخشید. خوشت اومد آقای دکتر؟ چش در اومد؟ دیدی بچه من روانی نیست؟ جناب سروان دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. ببخشید ما زحمتتون دادیم. فرید جان بریم آبجی قربونت برم الهی. بریم فدات بشم. من عذرخواهی میکنم ازتون، ببخشید و خیلی ممنونم. خداحافظ. عجب زنی بود.
وقتی گفت چشتو در میارم گفتم الانه که دراره. فکر کنم در می آورد. فرخ جون خیلی خوش گذشت. کاری نداری؟ فرخ شب خیلی خوبی بود تا باشه از این شب باشه. فقط من فکر کنم حساب کتاب مونده، حالا دوست داریم فردا حساب بکنیم ها؟ چه حساب کتابی؟ ببین شریفی جون ببخشید رفاقت سر جاش جیب من تو هم نداره. بالاخره هتل هم میرفتیم باید کلی هزینه میدادیم دیگه. حالا اینجا خونه بود راحت‌تر بود، خونه من بود. اینجا هم که مبلمان بود، یعنی همه چی ردیف بود، چیزی که هم نداشتم. فوتبال دیدید، تلویزیون دیدی، تلفن زدی، چایی آوردم، فرش هم که دیدی همش دستی حال کردید کلی. اینی که من باهاتون مایه کاری حساب کردم نفری 4200. بالاخره من هم دست بالم بسته است، باید برم دیگه پول آب بدم، برق بدم، هزینه داره. این پایینی‌ها که نمیدن شارژشو. چی میگی؟ شوخی میکنه. کاری نداری فرخ جان. بریم. به زبان راحت گفتم تازه مغازه هم حساب نکردم. 1.5 ساعت هم تو مغازه ما نشستیم، اونجا هم هزینه داره، آب داره، برق داره. اونجا باهاتون 300 حساب کردم نفری. یعنی چی؟ با اون دل جیگر 12 سیخ جیگر بود. بعد 4 تا هم قلبه بود، اونم که جدا حساب بشه 12000 داری 3 تومن 300 تومن 12700 نفر 12700 میشه حسابتون. بابا ما رو گرفتی؟ بابا درس بردار فرخ جون. بریم پاییز هم حساب نکردم. حواستون کجاست؟ میخوای بزنی زیرش؟ فندا هم 23 تا تو داشتی 20 تا خوردی. دونه 15 حساب کردم. نفری 13 حسابتون میشه. برید بابا منم دست بالم بسته است دیگه، منم بالاخره گرفتارم دیگه، باید کلی من باور کن 3 ماه من پول آورد ندادم. شیطونه میگه بزنم فکشو بفرستم اون برا. برو بابا شیطونه میگه برو گم شو. برید اصلا نمیخواد پول بدی. مفکرا نشستن خوردن و فلال 2000 میخواد پول بدن دارن زیرش میزنن. برید آقا نخواستید. نه فقط یه دقیقه اینجا وایسید من یه زنگ بزنم خونتون، به زناتون میگم که نگران نباشن، اینجا پیش منن، پیش من نشستن دارن فوتبال میبینن و نگران نباشی. یه دقیقه وایسی. برم یا وایسم؟ شماره چنده تو؟ چیه؟ چقدر گفتی؟ 13 و نیم. بابا تو الان گفتی 13 که اشتباه کردم 14. صبر کن فرخ جون، کباب دنده و دل و جیگر و اینا رو که ما خودمون آوردیم، تازه نصفش هم که خودت خوردی. مغازه منم بوده، تازه اصلش هم نونشه کباب که نونش هم من آوردم. بابا 2000 میخوای پول بدید دارید بهانه میاری. فرخ جان اینو بگی ولی دیگه اسم من نیار، نامردم دیگه این برا پیدا میشه. نه یا آقا انگار کارت دعوت فرستادم. صبر کن فرخ جون، چطور کباب دنده هوش و حافظت رو برده بود ولی این حساب کتابا رو دقیق یادت هم؟ فرق میکنه، کباب دنده عشقه ولی پول زندگی عزیزم. برو بابا عمرن دیگه چشم تو چشت بندازم، سرآمد نامردای عالمی، حیف از نفس که آدم بذاره با تو حرف بزنه. بریم شریفی بگی بابا بگی. نمیتونی نگیر بابا، نرید آقا. برو آقا برو، اون درم از پشت ببند. 1 2 3 چیه؟ فرخ جان گفتم در رو ببند. من یه چیزی یادم افتاد. چی یادت رفت؟ بعد از همه این حرفا دوشنبه خانم امینا دارن میرن خونه مادرشینا. خب یه برنامه‌ای بذاریم آقا من حرفی ندارم. آره بذارید منم هستم. حرف نباشه. ببین کباب دنده من میارم. من کباب دنده رو من میارم. یه برنامه دو نفره. دونگ منم حساب می‌کنی. دونگ تو رو هم حساب می‌کنی. عشق منش عشق. عشق آقا فرخ. بعضیا نشستن کوف کردن فکر میکنن من اسکنات چاپ میکنم. نمیدونم چی کار میخواستم بکنم، کجا میخواستم برم. پولی باید میدادم، پولی میگرفتم. فرید تویی؟ سلام فرخ. بمیری تو بچه، میگم یه چیزی یادم رفت الان یادم اومد. تو بودی. چی یادت رفت؟ تو رو دیگه، تو پایین گیر کرده بودی خونه آقا برامینا. من اومدم برم کلیدو بردارم بیارم، همه چی از مغزم پرید. بعدش هم الان چه میشینم فکر میکنم چیز مهمی من یادم. بس تو بودی. بمیری تو. یادت رفت فرخ؟ آره دیگه، میگم رفتم کلیدو بیارم همه چی از مغزم پرید. حتما بازم بوی کبدنده چیز تو هوا بوده که همچی یهو از ذهنت پاک شده. اتفاقا خوب گفتی. امروز من و منوچ بیژن کباب دنده گرفته بود. چی کباب دنده؟ جاشو یاد گرفتم. فردا با هم میگیریم.
میدونم کجا. فرخ این ماجرای کباب دنده تو خطرناکه، باید معالجهش بکنی ها. یادت تو اون کبابی جاده جاجرود 2 دقیقه یاد رفت نفس بکشی؟ یادت میاد؟ آره عجب کباب دنده خطرناکه. سرت چه شده؟ سرم؟ آه یادم نیست. کباب دنده خوردی؟ بچه منو صدا نکردی؟ آره؟ تو هم یادت رفت؟ کار درست نبود منو تو موقعیت تنها گذاشتی. حالا انگار چی شده؟ انگار افتادی تو چاه. باشه در بوده دیگه، منم وزارت گرفتاری داشتم دیگه. فرخ ببین بقایه تو ذهن من یه جوری گنگه، یعنی با واقعیت جور در نمیاد. ببین چیزی که من یادم میاد اینه که از خونه آقا بهرامینایی که در رفتم این یادم مونده که اونا فضایی، یعنی انگار از یه کره دیگه اومدن. همینه دیگه، انقدر میشینی این کتابای فضای مزایی رو میخونی چی میشی توهم تو رو میگیره. هرچند بهت میگم بابا این کتابا رو نخون، اینا فایده نداره، گوش نمیکنی که. چه ربطی داره؟ چرا دیگه ربطش همینه دیگه. میشینی از این کتاب از این برای اون برای کتابای فضایی میخونی، نمیدونم خورشید اینجوریه، نمیدونم تو فضا پره، نمیدونم سیاره کوچیکه، فعلمون کن بابا فرید. نمیدونم ناهید راه نمیدونم شیری بسته شد، راه چالوس باز شد، حالا میتونید سیاره رو کسوف و نمیدونم خسوف، اینا همش حرف عزیزم. زمین گرده. کجا زمین گرده؟ زمین صاف هم هست. همین الان برو تو یخچال نگاه کن، تو آشپزخونه بالای یخچال یه تراس گذاشتم، صافی. اگه کج باشه گرد باشه که ما همین گرد میشیم که. اینا یه چیزایی که رصدخانه و اینم سازمان فضایی کتاب چاپ میکنن، راه برا میدن تو بازار، من و تو میشینیم میخونیم، جیبامون هم خالی میشه، جیبای اونا پر میشه. ول کن کتابا رو بریز دور. من امروز هم میریزم دور. انقدر نخون، توهم تو رو گرفته. فرخ من فکر کنم توی این مدت انقدر مشکلات روحی روانی من زیاد بوده سر این ماجرای ناشرا و ازدواج نسترن و آینده فربود که من دوچار توهم شدم. فرید جان خواهش میکنم ولش کن، بی خیال بشو. ببینم نهار چی خوردی اینو من بگو. نه کله پاچه نخوردم، خیالت راحت. کله پاچه نخوردی؟ کله پاچه دوای 1000 تا درده، مغزو جلا میده، چشا رو وا میکنه، خون رو تصفیه میکنه. چی داری میگی؟ همین الان تو یخچال 2 تا پاچه 2 تا چش دارم، میرم گرمش میکنم، میایم میشینیم با هم دیگه میخوریم، ببینم باز تو صحبت فضا و توهم و اینجور مزخرفاتو میکنی یا نه. باشه الان میام گرمش میکنم. جون یادم اومد فرید بود، یادم اومد چقدر من اعصابم خوب کرده. میدونم شکسته شدن هر چند نامدانه حریم خصوصی شما از جانب من میتونه ناراحتی خاطر شما رو فراهم بیاره. معذرت میخوام. مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و پزشکی باعث شد که این رفتار زشت در حضور شما از من سر بزنه. غلط کردم. معذرت میخوام. پشیمونم. روم سیاس. خب. کیه؟ ناهید خانوم، فرید هستم. میخواستم بگم که من پشیمونم، نادمم، منو ببخشید. تکون نخور. بهرام برو تو موقعیتت. الان بقیه‌شون میرسن. ستاره شهاب پوشش بدین. ببخشید موقعیتون کجاست؟ دم در دیگه. شهاب اون سپر دفاعی از رو صورتش بردار. خیلی خوب حرف بزن. چند هزار نفر نیرو دارین؟ نیروهای مقاومت ضد فضایی تشکیل دادین یا نه؟ راجع به سیاره ما چی میدونین؟ ببخشید من فکر میکنم که باید برم بعداً برگردم. این هنوز چربی کله پاچه هنوز تو خونم. ببخشید. تکون نخور. یه قدم جلو بری تبخیر شدی. جواب سوالای منو بده. به چند هزار نفر گفتی که ما زمینی نیستیم؟ شما زمینی نیستین؟ تو چشماش نگاه نکنین. تو چشماش نگاه نکنین. یعنی اون نفهمیده که ما زمینی نیستیم؟ اگه اینجوری باشه که خیلی خوبه.
فکر کنم دیگه فهمید ما زمینه نیستیم، چون هم خودتون الان بهش گفتین همین سلاح تبخیر دیم. دقت کن و بعد جواب بده. آیا شما میدونین که ما، منظورم اینه که میدونین ما از این سیاره، فهمیدم، ما کی هستیم؟ شما شما آره شما فضایی هستین. شما فضایی هستین. آره به هر کی گفتم باور نکرد. دیدی؟ من اصلا کله پاچه نخورده بودم. آره شما فضایی هستین. همه من تلقین کردن، گفتن دچار توهم شد، ولی من خیلی سالمم. شما فضایی هستین. شما فضایی هستین. فکر کنم فهمید ما فضایی هستیم. شاید، ولی فکر کنم تنها زمینی که به هویت ما پی برده. چاره‌ای نیست، باید تبخیر شی. تبخیر یعنی چی؟ نمیدونی؟ تبخیر بر وزن تفعیل یعنی بخار شدن. آب دیدی تو کتری بابا میدونم، خواهش میکنم منو تبخیر نکنین. خواهش میکنم، من کلی مسئولیت دارم، هنوز جوونم، من مثلا بچه دارم. متاسفم، حفظ امنیت این مأموریت با منه. باید تبخیر شی. خواهش میکنم منو تبخیر نکنین. ببینید من بهتون التماس میکنم، منو تبخیر نکنین. من باهاتون همکاری میکنم، هر کاری بخواید میکنم. خواهش میکنم فقط منو تبخیر نکنین. گناه داره. چی؟ ستاره؟ بابا نمیدونم این بدن زمین واسه خودش یهو دوباره حرف میزنه. تبخیرش کن. نه خواهش. خداحافظ. خواهش میکنم تبخیرم نکنید. من باهاتون همکاری میکنم، هر کاری بخواید میکنم. ببینید من با مأموریت شما همکاری میکنم، هر کاری بگین میکنم. خواهش میکنم فقط منو تبخیر نکنید. من تبخیر شدم؟ نه هستی. چی شد؟ نمیتونم. یعنی چی نمیتونم؟ آخه بین همه زمینیایی که دیدیم این از همشون بهتره. تو هیچ فرقی با زمینیای دیگه نداری. تبخیرش کن. آخه اون اصطلاح چی بود؟ گناه داره. ما با پیام صلح به سیاره شما اومدیم. از تیم تحقیقاتی زمین به کنفدراسیون راه شیری، گزارش شماره 10، یک کشف شگفت‌انگیز. در کره زمین سوپر ترانزیستور بایدگریدول 37 زلیش عمل می آید. آن هم نه به صورت یک محصول صنعتی، بلکه به صورت طبیعی، یعنی گیاهی به نام خیار را گرفته و طی یک فعل و انفعال شیمیایی پیچیده آن را تبدیل به سوپر ترانزیستورهای فرد اعلی می کنند به نام خیارشور، که کیفیتش حتی بهتر از نمونه‌های صنعتی تولید شده کارخانجات ماست و قیمت صدتایش زیر یک فینگول در می آید. من فکر می کنم اگر بشود از زمین واردات سوپر ترانزیستور راه بیندازیم، از نظر اقتصادی به طرز نافرمی توجیه دارد و می توانیم همچنین بار خودمان را ببندیم. نکته جالب در مورد این سوپر ترانزیستورها این است که اینجا مردم آنها را می خورند، آن هم نه به عنوان غذای اصلی. سیاره خیلی جالبی است واقعا. مسئله دوم این که رئیس، نظر شما درباره اینکه یک انسان را اینجا به عنوان مشاور راهنمای تیم تحقیقاتی انتخاب کنیم چیست؟ وجود چنین شخصی میتواند کارهای ما را بسیار راه بیندازد. البته یک فرد قابل اعتماد توی مایه‌های این فرید طبقه بالای خودمان. چون حالا که قضیه را فهمیده، یعنی نه اینکه ما بهش گفته باشیم، یهو آمد تو، بعد تماس فرست.